گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 81. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. احوال کاسبان. از بس که در سالهای اولی بعدی بررسی همراه شدن آسیای میانه تعداد سربازان حکومت پادشاهی در اینجا زیاد شد و نیاز به محصولات کاسبی محلی افزود، این ساحه به اندازه رواج یافت. تدریجاً بعضی خصوصیت‌های مناسبت‌های سرمایه‌داری نیز به ساحه راه یافتند. استحصالات بیش از پیش به خود صورت استحصالات مالی را می گرفت. این پدیده را در مرکزهای کلان کاسبی از جمله شهر بخارا بیشتر مشاهده نمودن ممکن بود. وابسته به امکانیت‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، فرهنگی، کاسبی در هر یک محل کشور به خود خصوصیت‌های خاص را می گرفت. مثلا در حصار اساساً نمد و ماهوت، متای پشمی پتش سفته و هموار، علاچه، شال و ارغمچین، لوازمات آهنی، پوستک تیار می‌کردند. ناحیه‌های غربی حصار در علاچه بافی، کرسان تراشی، طبق چوبین کلان، سبد بافی، خورجین دوزی، جوراب بافی نام برآورده بود. شاف و شمشیر و کارت‌های هنرمندان قرطاق شهرت بلند داشت. در دوشنبه و وادی کافرنیهان چرمگری رواج یافت. در خوجند کسب بافندگی بسا معمول بود و بیهوده نیست که در اینجا کرباس بافان، شستگران، ابربندها، شاهی بافان، پیلکشان و غیره محل علاهیده خود را داشتند. در شهرهای خوجند و اوراتپه استرفشنی حاضره. گذرهای مخصوصی کارتسازان، دیگریزان، کلالان، زرگران و غیره موجود بودند. در بیکی کلاب نیز بافندگی، کیرمکاری، در مؤمن‌آباد چرمگری و موزه‌دوزی، لجامسازی، در درواز کرباس بافی و در بخارا چرمگری رواج داشت. دوشنبه در این دوره از جهت رواج و رونق تجارت و صناعت اولویت پیدا نمود. شاید یکی از سبب‌های به باششگاه تابستانه خود قرار دادن دوشنبه از جانب بیک حصار نیز در همین باشد. در اینجا نیز بسیار بافندگان، آهنگران، زینگران و چرمگرانی ماهر بودند. هنرمندان بیشتر عنعنه‌های گذشتگان را ادامه می‌دادند. کارگاه و دکان‌های کاسبان محلی اساساً با قوه دست فعال بودند. یعنی یگان خیل تکنیکا در روند کار مشاهده نمی‌شد. از این سبب ارزش محصولات آنها از محصولات استحصالی فابریکه ها بالا می‌رفت. در برابر این حکومتداران
و کاسبان خراج و اندازی بیشمار می‌بستند که این هم ارزش مال آنها را بلند می‌برداشت. با وارد شدن محصولات استحصالی کارخانه‌های رسیه و بازارهای شهرهای آسیای میانه احوال کاسبان وزنین‌تر می‌گردید، زیرا محصولات گوناگون به مانند چیت‌های گلدار، چاینک و پیاله، کاسه و طبق‌های چینی، مصنوعات میسین، سوزن، صابون، کراسین، چرچینواری و غیره با نرخ ارزان و تعداد زیاد وارد شده بازار محصولات دستی کاسبان محلی را تنگ نمود. دوم، وضعیت عامه خلق در کشور ترکستان و امارت بخارا. مؤلف تاجیکان تحلیل مسئله را از آن آغاز نموده است که برابری بررسی همراه شدن آسیای میانه اصول خواجگیداری اصری میانگی تا رفت ویران شده در داخل فیودالیسم مناسبت‌های کپیتالیستی بیشتر قوت می‌گرفت. از سالهای 80 در شهرها نخستین کارخانه‌های صنعتی به وجود آمدند. از جمله در خوجند فابریکه‌های نچندان کلانی کارکرد اشیا گشاده شدند که آنها را هم صاحبکاران روس و هم بایهای محلی تأسیس می‌دادند. سال 1870 فابریکه پیله‌کشی، سال 1873 در دهه دهمای زواد خرد شرابکشی گشاده شدند. در اوراتپا زوادهای شیشه، چرم، میوه و شرابکشی و سالهای 1891-92 اولین زوادهای پخته به کار درآمدند. تعداد کارخانه ها در خوجند و اطراف آن میم بعد نیز افزوده تا سال 1895 در خوجند الکی 16 کارخانه صنعتی زواد مانند کار می‌کردند که 125 کارگر داشتند. شرایط زیست اهالی در امارت بخارا که قسم زیادی تاجیکان آسیای میانه در آنجا زندگی می‌کردند نظر به کشور ترکستان خیلی بدتر بود. در اینجا اصول کهنه اداره کنی به هیچ تغییرات باقی مانده بود. اکثریت منصبداران امارت شروع از امیر، بیکها، در امارت 27 بیکیگری وجود داشت. قاضی، رئیس، مفتی و غیره اصلاً منفعت دایره حکمران و فایده های شخصی خود را نسبت به مردم افضلتر می دانستند. وضع در بخارای شرقی باز هم تشویش آورتر بود. امارت بخارا با این موضع تابع خود چون مستملکه مناسبت می نمود. طبقه های اشراف قدیمه آنجا سپاه و نوکرها، عسکر یک دسته نظامی، روحانیان، زمینداران کلان و بایها به تکیهگاه امارت تبدیل یافتند. منصب‌های عالی‌ترین در اینجا فقط به عهده سپاهیان دربار امیر واگذار می‌گردید. امیر به عوض معاش به چنین سپاهیان انداز یک دهه را می‌بخشید. این گونه سپاهیان را تنخواهخور نیز می‌نامیدند. تنخواهدار بیشتری وقت بالای دهقانان کلفت‌های زیاد می‌آورد. مثلا زمین دهقان را مصادره می‌کرد و یا دختری او را به طریق مجبوری می‌گرفت و غیره. در هر عمل خود او مستقل بود و کسی او را نظارت نمی‌کرد. منصب و وظیفه‌های بلند در امارت آشکارا خرید و فروش می‌شدند. قابلیت و استعداد و جهانبینی شخص هنگامی تعیین نمودن به منصب عموماً به اعتبار گرفته نمی‌شد. البته چنین ترتیبات به مأموران امیر معقول و موافق طبع بود. در یک مدت کوتاه می توانستند ثروت زیادی جمع آوری نمایند. سال 1917 امیر خواست برای عملداران وابسته به وظیفه‌شان معاش معین مقرر نماید و اندازهای خودسرانه را برهم دهد، ولی موج اعتراض و نارضایی بین منصبداران به وجود آمد و او مجبور شد از چنین نیت دست کشد. غارت و استثمار مردم علل خصوص در بخارای شرقی حد و حدود نداشت.
خودسری‌های حاکمان، اندازهای بی‌مورد و زیاد، مجبوریت‌های بسیاری به نفع حاکمان با نام بیگار، پایمال شدن دیگر حقوق‌های ساکنان شهادت این گفته هاست. برای روشن تصویر نمودن طرز ستانیدن خراج در بیکی قرغان تپه، اکادمیک باباجان غفورов از شاهدی واقعه مهندس روس گایفسکی اقتباس می آورد. او می نویسد عادتاً همین که دهقان حاصل را درویده در خیرمنجا کوفته زیر نظارت ناظر آن را توپ می کند، عملدار دیگر یعنی داروغه آمده آن را مهر می کند. طرز مهرگذاری چنین است: داروغه در بالای پاره های کلوخ مهر مانده آن کلوخ پاره ها را در بالای توپ گندم به ترتیب معین می چیند. پس از این دیگر خیرمن را پاسبانی نمی کنند، زیرا اگر به توپ گندم اندک دست رساند جای کلوخ پاره ها دیگر شده دزدی آشکار می شود. پس از مهر کردن حاصل آن را املاکدار آمده می بیند و تخمیناً با نظردید و یک گز چوب معین می کند که در خیرمن چند باتمن حاصل هست. در این خیل موردها عادتاً دهقان داد و وای می برارد و اصلش را گیریم در این صورت موافق قانون حاصل را برکشیده سنجیدن در کار، ولی این کار را در هیچ کجا نمی کنند. بعضن چون شاهدان خالص آقسقال یا امین ده را جیغ میزنند، ولی عادتاً خود املاکدار دفترچه‌اش را میبرارد و به داد و وای دهقانان نگاه نکرده می نویسد که فلانی فلان قدر حاصل گرفته است. در اساس این بعداً دهقان را فریب داده از نرخ بازار 10-15% پستر حاصل را نرخ گذاری می کردند و موافق قاعده امیر 7-1 یا 5-1 حاصل گفته 3-1 و حتی نصف آن را کشیده می گرفتند. بعضا مردم از تلخی روزگار به کوهستان کوچیده می رفتند. از جمله 16 نوامبر سال 1887 سردار اویزد سمرقند به گوبرناتور حربی ولایت سمرقند نوشته بود که مردم کلاب و درواز و قراتگین از معامله ناعادلانه و سخت و ظلم و اسارت دائمی حکومتداران بخارا به تنگ آمده شورش کردند. و این نوشته بود که مردم این جایها در مجلس عمومی خود قرار دادند که علاج یافته از بخارا جدا شدند در کار. با وجود این حکومتداران نفران زیادی را با جرمی یاغی و سرکش شورانداز مقابل شریعت و ترتیبات امیری محکوم نموده با جزاهای سخت‌ترین گرفتار می‌کردند. در امارت بخارا طرزهای وحشیانه قتل و کشتار و مثل آویختن، بریدن گلوی محکوم و واسطه ریسمان و غرغره عذاب و شکنجه داده و به قتل رسانیدن به طرز فراوان استفاده می‌شد. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 81. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.